بهار آمد، گل آمد، سنبل آمد. عرض سلام و احترام خدمت تمام دوستای عزیز ما که از چینل یوتیوب هرات پامیر ما بیننده هستین. در 15 ماه مبارک رمضان آماده ایم که یک گزارش از گل فروشی و شرکت زراعتی گلبهار حیدری بگیریم که واقعا بسیار یک جای وسیع برای فروختن نهال‌های مختلف انتخاب کردن و بریم ببینیم که در این فصل نهالشانی و در ای که در شرف سال نو هستیم انشالله سال 1405 ببینیم که چه نهالایی را برای همشهریای عزیز ما در فصل نهالشانی تقدیم میکنن و بیشتر با اونا به گفتگو میپردازیم. تا آخر گزارش با ما باشید. خب دوستای عزیز، قسمی که برای شما گفتم آمده ایم در یک گلخانه بسیار بزرگی که مرکز فروش نهال‌ها و گل‌های مختلفی هست. شرکت گلبهار حیدری که نهال‌ها و گل‌های مختلفی را ارائه می‌کنن برای همشهریای عزیز ما با رنگ و بوی و مشخصات مختلفی. یکی از لالای گل ما هم در اینجا مصروف و مشغول همین کار هستند و بیشتر معلومات اینا قراره که برای ما و شما ارائه بکنن. لالا ما خوبین ان شاء الله؟ بخیریم، سعادتمندیم، زنده باشیم. شما اسم شریف شما خود معرفی کنید. به نام خداوند، امام الدین انصاری هستم، یکی از فارغ التحصیل‌های 1401 از پانزه پانتون هرات در بخش زراعت فارغ شدم و فعلا مصروفیت به شرکت زراعتی گلبهار حیدری دارم و مدیر مسئول فروشات و بخش تربیه گل‌ها. بسیار عالی، بسیار عالی. برای ما آقای انصاری عزیز بسم الله کنیم دیگه، معلومات بدیم ارتباط به این مکان و ارتباط به این شرکت گلبهار حیدری که دارنده چه نوع نهال‌ها و چه نوع کارایی‌های زراعتی می باشند. برای ما کمی بیشتر وضاحت بدیم. چون که شاید شما معلومات داشته باشین و شاید بیننده‌های گرامی معلومات داشته باشن، شرکت زراعتی گلبهار حیدری یکی از بزرگترین تولید کننده گل‌های آپارتمانی، گل‌های زینتی، گل‌های باغچه‌ای و بخش درخت‌های میوه، نهال‌های مثمر و غیر مثمره که فعلا یکی از بزرگترین شرکت‌های در سطح ولایت هرات قرار داره و ما در اینجا پرورش میدیم گل‌های زینتی، گل‌های آپارتمانی، گل‌های نهال‌های مثمر و غیر مثمر. در این مکانی که فعلا آمادیم اینجا چند نوع گل دارین و این گلا بیشتر فکر کنم با آپارتمان ها استفاده میشه، درست؟ بله، داخل این گلخانه که ما شما موقعیت داریم اینا کلا گل‌های زینتی، گل‌های ساحگیه که در آپارتمان در خانه حویلی جاهایی که نور کمه و آفتاب نمیگیره، این گل‌ها مخصوص برای همین موقعیت ها استفاده میشه. یعنی رشد از اینا به نور آفتاب نمیشه، درسته؟ رشد از اینا دیگه بستگی خاصی داره نظر به موقعیت. مثلا بعضی گل‌ها هست 50% نور، بعضی 20% نور و بعضی گل‌ها کاملا نور نیاز داره و بعضی هم به نور غیر مستقیم رشد میکنه و بعضی هم به نور غیر مستقیم. یعنی کلا این موقعیت گل‌ها که هست گل‌های سایه‌ای
و آپارتمانی گل‌های آپارتمانی معمولاً بعضا سایه پسندم، بعضا نور پسندم و اینها نور آفتاب در کل به کار نداره. بسیار عالی. یعنی بدون نور آفتاب هم اینا رشد نمیکنه. بله بله. بسیار عالی. اینا هر کدام گل از خود یک نام مشخصی داره انصاری صاحب؟ بله. این گل‌هایی که می‌بینیم گل‌های به نام مونسترای، نام از اینا و گل‌های خیلی مقاومی در مقابل سرما، خیلی مقاومت داره و خیلی گل‌های زیبایی هم هست، برای آپارتمان استفاده میشه. و این گل‌ها که هست دارای رنگ‌های مختلف، اینا نام از اینا فیلتوسه. فیلتوس بله، به نام فیلتوس بلک، فیلتوس شربی و فیلتوس ابلق. چند نام‌های مختلفی داره اینا، به رنگ‌های مختلفی. نام یک نامه ولی از لحاظ ژنتیکی که روی از اینا کار شده دارای رنگ‌های مختلفی گرفته به خود. رشد و نموی از این گل‌ها خود شما دانا از اینا رو می‌کارین داخل گلدان یا نه؟ بله، بعض گل‌های هست که ما اینجا نظر به دسترسی که به مو خود چی نداریم، برای از لحاظ ژنتیکی که اینا رو تغییر بدیم یا از لحاظ امکانی که ما نداریم اینا رو وارد میکنیم، مثلا از کشورهای همسایه یا همون قلمه یا ریشه یور و کلا 80% خود ما به همین جگاه تولید میکنیم، مثل فیلتوس و انواع فیلتوس و پیتوس و دیگه گل‌های دیگر ما خود ما تولید میکنیم و در حد نیاز که بعض وقتا چون که شرایط از لحاظ استاندارد گلخانه فعلا به افغانستان ما و شما کمی ضعیف‌تره، بعضا ما از اینجا ریشه‌ای قلمه وارد میکنیم ولی در کل بیشتر از 80% خود ما به افغانستان تولید میکنیم به مهرات. نام از این گلا چیه انصاری صاحب؟ یک کلا هم از خاندان فیلتوس دلتا که دارهای رنگ سبز و کنارهای مثل قلبیه. این هم از خاندان فیلتوسه و این هم فیلتوس سبزه که قبلا هم به شما اشاره کردم. این فیلتوس بلکه که رنگ سیاه به خود میگیره و این هم فیلتوس ابلغه که دارای رنگه. بسیار بسیار. و این طرف هم گل‌های دیگه، گل‌های زینتی هست که میشه ببینید. دیگه بستم کلا ولی گل‌های سایه که این گل به نام شمادرای درخچه میشه و بعض اون بونسای که این گل برای رشد نموی زیاد نداره، فقط برای زینتیه و رشد خود بیشترین این در همه ساقه چوبی خود دیده که از این لحاظ ولی زیاد رشد نمیکنه، مخصوص برای دفاتر استفاده میشه. نام از هم جنسینگ بونسایه و او شمادرا که هست گل خیلی گل مقبولیه، گل مقایمی هم هست در خانه ها استفاده میشه و به سرما مقاومت داره. او با درخچه میشه، درخچه زینتیه. درخچه زینتی. بله. اینا مقاومت از اینا انصاری صاحب چقدر وقت میتونه باشه؟ آیا زود خشک میشه یا نه همیشه وقت به همین رو؟ همیشه وقت هست. چیزی که اینا مشتری ها ما زیاد استفاده میکنن از این گل‌ها، از این گل‌های آپارتمانی رزیم، ولی بعضی کسایی که گل‌ها معلومات درباره گلگیانه دارم، نظر به آبیاری که زیاد یا آبیاری میکنم یا از خاک خوب مخصوصی استفاده نمیکنم، کده‌ای نمیکنم، بعضا مشتری‌ها که میبرم کسایی که نو وارد هستم از پیش خوش میشه، ولی معمولا 90-95% از این گل‌هایی که مشتری میبرن رزیم. در یک 24 ساعت چقدر باید آبیاری بشه؟ آبیاری گل‌ها بستگی به موقعیت و بستگی به آب و هوا و شرایط جای داره، بستگی به خاک خود گلدان داره. آبیاری از این گل‌ها که هست چیزی که استاندارد هست، استاندارد گل‌ها ما از نظر به فصل سال باید در نظر بگیریم. آبیاری به تابستان که هست هفته باز موقعیت به خود گل بستگی داره که چی نوع گل کدو خاندان باشه. گل‌های ساق چوبی معمولا در زمستان هفته یک بار آبیاری بیشتر نیاز نداره و در تابستان هفته دو بار الی 3 بار، ولی آبیاری کم به هر 2 روز یک دفعه آبیاری میشه، 2 الی 3 روز، ولی کم آبیاری میشه که هم خاک اینا مرطوب بمونه. و زمانی که گل‌ها بعضی مشتری‌ها میگن گل‌ها ما چی موقع آبیاری کنیم، هر روز در میون هفته 1 بار 2 بار، چی اندازه و چی مقدار آبیاری؟ به اندازه خیلی کم ولی به تعداد بار بیشتر. و زمانی که روی خاک سفید میشه، رطوبت را دست میده خاک به اندازه 3 سانت الی 2 سانت، وقتی که ما تست کنیم
و فهمیده میشه که آیا می خاک مرطوبه یا غیر مرطوبه. یعنی باید کلا یک برنامه‌ریزی دقیق داشته باشین. و او هم گفتم گل‌ها متفاوته. گل‌های ساق چوبی داریم، ما گل‌های ساق علفی داریم و درختچه‌های که درخت‌های چوبی که ساقه‌های علفی داره، مثلا گل‌های ساق علفی آبیاری کمتر و تعداد مراتب بیشتر آبیاری نیاز داره، یعنی کم. بعض گل‌ها آبیاری از طریق برگم بعد به رطوبت بدیم و بعضم حساسم. مثلا فیلتوس یکی از گیاهایی که ساق چوبیه، بر آبیاری بر روی برگ حساسه، باعث ازی میشه که برگ زرد بشه و برگریزی ایجاد شه و تنش ایجاد شه. خود ریشه به خود آبی بله. مثلا فیلتوس یکی از بهترین گل‌های آپارتمانی که خیلی خرید داره فیلتوسه که داره رنگ‌های مختلفه که مثلا فیلتوس سبز و فیلتوس ارتشیه، ایپیتوس ارتشی ببخشید، ایپیتوس ارتشیه. اینها از طریق ریشم آبیاری میشه و مهپاش از برگم صورت گیره، شاداب و خرسند میمانه. بسیار طرز رنگ از اینا طرز رنگ متفاوته. بسیار جالبه. این رنگ ارتشی اونه، این رنگ سبز اونه و 4 رنگ از اینا ما مختلف داریم. بسیار دانا از اینا فرق میکنه تا چون ژنتیک از اینا گفتین فرق میکنه، ترکیبی و فرق میکنه. بله این گل‌ها از لحاظ ژنتیکی که هسته بر روی از اینا کار میشه که دارای رنگمندی مختلفه، ولی ساقه‌های از اینا ساقه‌های اینا گرفته میشه. اینا تکثیر هم بسیار آسانه، هم داخل خاک ما و شما میتونیم از استفاده کنیم با خانه ها با آپارتمان، و هم میتونیم از طریق آبی به داخل بدون خاک، یعنی داخل آب هم میتونیم بله استفاده کنیم که یعنی گلدون خاک نباشه که از دوستی چاشمی داره قلمه زیر داخل آبیاری داخل آب کنه و میشه وقت هست ریشه میزنه و میمونه. بله. چند مدل دیگه هم ما و شما گل داریم اینجی، مثل اون مدل که برای ما بشه کمی توضیح بدیم. بله او گل که هست یکی از گل‌های ساق چوبیه که معمولا به اسم اینا به نام یوکایه که او هم 3 ترکیب داره، یکی یوکای ساده و خدداره و یوکای ابلغه که ما یک نوع از اینو در نظر گرفتیم که می‌بینیم شما خدداری اونه. اینا خیلی گل‌های مقاومیه و اینا نیاز به نور داره. اینا در جای موقعیتی که نور نباشه اینا رشد نموی از اینا ضعیفه، نیاز به نور داره ولی گل‌های مقاومیه از لحاظ سردی هوا نسبت به دیگه گل‌ها مقاوم تره. بله و معمولا به جاهایی که برای دکوریشن، جاهایی که چون که درخچه زیاد استفاده میشه به میهمانخانه ها و جاهایی که گل باشه که موقعیت یا کلانتر باشه، دید داشته باشه برای مقبول وظیفه از اینا استفاده میشه و آبیاری از اینا نسبت به گل‌های دیگه اینا کمتر نیاز به آبیاری داره. به هر 10 روز الی 7 روز یک دفعه آبیاری نیاز داره. گل‌های مقاومیه دیگه. بله در کل همه گل‌های آپارتمانی به موقعیت هست گل‌های مقاومیه. گل‌های ساق چوبی معمولا از گل‌های ساق علفی مقاوم‌تره. بله. دیگه باز به گلخانه‌های دیگه ما گل داریم که میریم حتما. دوستای عزیز دیگه امو یک اصطلاح ما ایرتیا داریم میگیم نفر به باغ افتاد، حالا ما به باغ افتادیم دیگه. هر نوع گلوگیایی رو میبینیم و بیشتر معلومات میگیریم از انصاری صاحب. دیگه در ادامه برنامه با ما باشین.
آقای عارفان عزیز، طبق در تصویر می‌بینیم این گلخانه که ما و شما آمدیم، این گلخانه است پلاستیکیه که معمولا گل‌هایی که به سرما حساسن، به زمستان نگهداری زیاد به کار داره. ما و شما داخل همین گلخانه ایم که دارای گل‌ها دارای طر و دیزاین‌های مختلف و رنگ و بندی مختلفه. میشه که برای ما دیگه دونه دونه توضیح بدین انصاری صاحب عزیز؟ دیگه گل‌ها زیاده دیگه، معمولا گل‌هایی که شما از ما سوال کنیم ما اونا رو توضیح میدیم، چون که گل‌ها بالای تقریبا نگاه 1000 قنه و گل زیاده. مثلا گل‌هایی که روی تخته قرار داره گل‌های هست که معمولا گل‌های بیرونی هم گفته نمیشه و چون که به سرما خیلی حساسه، اینا میتونیم به بیرون داخل گلدان به خاک مخصوص اینا به کار داره که از این خاک‌های معمولی ما و شما اینا رشد نمیکنه، چون که ریشه اینا ضعیف‌تره و باید که خاک سبک از اینا استفاده شه که خاک از اینا خاک برگه. و این گل‌ها معمولا از کدام زمینه به دست میاد؟ خاکبرگ باید تهیه شه. خاکبرگ پروسه خاکبرگ هست، خاک مخصوصی برای گل‌های آپارتمانی که از برگ درخت‌ها استفاده میشه و از ترکیب از برگ درخت‌ها و پرلیت و مواد بلیا از اینا استفاده میشه که خاک مخصوص گل‌ها. گل‌های خیلی جالب می‌بینیم که قفس مانند داخل از اینا چی رقم گل‌ها؟ این گل‌ها که هست همو داخل گلخانه شیشه‌ای که ما و شما بودیم، گل‌های آپارتمانی که بود، هم از خاندان گل‌های آپارتمانی نام از پتوسه که معمولا گفتم که رونده بالا میره و میتونیم که از اینا برای آبشار هم اینا استفاده شید، هم میاد پی میشاره و هم بالا میره رونده. این چی مرحله‌ای که باید اینا داخل؟ این مرحله بزرگتر از ایناه. پتوس که هست یک گل هست که رونده سایه‌ایه ولی رونده. این مرحله هست به خاطر از این چیا استندام استفاده کردیم که داخل از این همین ساقه‌های پتوس داخل از این استندا میره و ما رطوبت دهی که میکنیم گل‌ها رو میپاشی میکنیم و داخل از این هم ریشه میزنه و هم میره بالا و به طور منظم بالا میره. ولی آخر نمیشه داخل گلخانه ما گل‌های ساق علفی و مثلا رونده و غیر رونده به صورت نامنظم قرار دیم نمیشه، چون که مشتری میره میایه. و بسیار عالی. میشه که برای ما بگین که انصاری صاحب فروشات شما بیشترین فروشاتی که مردم میپسندن، علاقه مردمه، کدام گله، کدام طرها و کدام رنگا و کدام فرمولا رو بیشتر مردم میپسندن؟ معمولا فروشات ما نظر به فصلهای سال مختلفه و نظر به شرایط خود اقتصادی خود بازار کار داره. فروشات معمولا از برج 11 12 تا 1 شروع میشه. به خاطر از بیشترین فروشات ما گل‌های باغچه‌ای، گل‌های زینتی که باغچه‌ها استفاده میشه و گل‌های آپارتمانی به خاطر سر سال، فصل سال، حال وقت عید هم ان شاء الله نزدیک دیگه، برای سفره عید، برای گل‌ها خانه‌ها، برای چیا زیاد استفاده میشه، برای باغچه‌ها کو بیشترین فروشات ما به این فصله. و معمولا ما فروشات غیر بعد از فصل سال هم داریم که گل‌های آپارتمانیه و بیشترین گل‌هایی که ما فروشات داریم گل‌های آپارتمانیه. به تمام فصول سال ما فروشات داریم و گل‌های باغچه‌ای که تنها به سر بهاره که زیاد برای چون که وقت نهال شنی، وقت گلشنی به فصل بهاره. دیگه اگر ما با شما و دوستای عزیز شروع به توضیح دادن بکنیم گل زیاده. گل زیاده بله. گل زیاده. ما شما بگارم دیگه وقت دوستا و عزیزام گرفته میشه. با عنوان آخرین کلام و آخرین پیام از شما میشنیم که توقع شما از مردم چیه و به نظر شما کسایی که گلوگیا رو بیشتر دوست دارن چی چیزا رو باید مراد بکنن و گفتنی‌های شما رو در آخر میشنویم. توقع ما به این ماه مبارک رمضان توقع خاصی ما از مردم و ملت افغانستان ندارم. توقع من اینه که تمام جوانات، تمام مردم ملت به سوی علم، دانش رجوع بیاورن و به دنبال یک شغل با درآمد، یک شغل که از لحاظ دینی و هم از لحاظ دنیوی باشه، به مشغول کار کاسبی باشن که انشالله خدا کنه کشور ما و شما پیشرفت و به باعث دی بشه که کشور ما و شما پیشرفت کنه و جامعه ما و شما رشد کنه. توقع ما از مشتری ها همینه که گل که میگیرم و چون که بعضی مشتری ها میام تنها گل میگیرم، گل بعد از گزی که گل میگیرم بعد خاک مناسب بگیرم و درباره گل که میگیرم معلومات داشته باشم، چون که حال وقتی هست که دیگه
پیشرفت دیگه خصوصا تکنولوژی به اوج تکنولوژی به اوج خود رسیده. معمولا به ما مردم افغانستان اگه کم رسی شده، ولی بازم به گوگل سرچ کنم مثلا دال لینک ها و صفحه ها مجازی زیاد شده، درباره متخصصین زراعت در بخش محیط زیست زیاد شده، ولی میتونم سوال کنم و از هر گلی که میبرم راجع به اون معلومات داشته باشم، راجع به آبیاری و محیط که موقعیتی قرار میدم، راجع به خاکی و بعضی مشتری میاد یک گل میگیره مثلا بازو میگی یک خاک مخصوصی داره، میگه نه من همین گل میبرم خاکی لازم ندارم. وقتی گل میبره به موقعیت نمیفهمه یا خاک مخصوصی رو نمیبره، این باعث میشه گل بیشتر از 3 روز پیش نمونه. ولی تشکر جانم، سلامت باشیم. یک جان سپاس که وقت خود دادین برای ما، خیلی ممنون و خیلی سپاس. شما دیدم، سلامت باشیم. ما همچنین خرسندیم از شما چند دقیقه هم کلام شدیم و وقت خود در ماه مبارک رمضان زبان روزدار برای ما دادین. خیلی ممنون، لطف کردین، دست شما در نکنه. بخیر باشیم، شما سلامت باشیم. تشکر. دوستای عزیز، این بود گزارشی که از گلخانه حیدری برای شما گرفتیم. خدا کنه که مورد پسند همگی شما قرار گرفته باشه و کسایی که گل دوست دارین، کسایی که عاشق گل و گیاه هستین، میتونین که از اینجا دیدن بکنین و با انواع و اقسام مختلف گلها آشنایی پیدا کنین و همچنان ببرین در خانه، در مکانهای تجارتی، در دفاتر، در باغچه ها استفاده بکنین و لذت گل رو ببرین دیگه. گل دوستا و کسایی که عشق گل دارن، جا شما این جگاه دیگه. نظریات و پیشنهادات و انتقادات نیک خود در شماره‌ای که در زیرنویس هست برای ما پیامک بکنین. ما حتما انشالله کوشش میکنیم که روز به روز برنامه ها، سوژه ها و کلیپ های جالب و دیدنی و جذاب را خدمت همگی شما تقدیم بکنیم. تا گزارش های بعدی که باز هم عیسی سمیر عرفان با همکار خوبم آقای محمدی عزیز با شما هستیم، شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم. شب و روز بر همگی شما خوش. ما را از دعای خیر خود فراموش نکنید.